ما در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداریم. We don't have homosexuals like در in your کشور ما چنین country. چیزی وجود نداره. We don't have that in our country. در ایران این چیزا وجود در ایران In Iran, چنین چیزی اصلا وجود we خارجی do not نداره. have this phenomenon. I don't know who's told you that we have it. اما درباره شما ببینید این کشور انگلیس یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا، اینها کشتی درست کردن، سلاح درست کردن، حمله کردن کشور هندوستان را که وسعت او 10 برابر انگلیس است. اگر پدر مادرها صلاح دیدن و شرایط خانواده اجازه داد، بخشی از اون سهم بچه ها رو براشون نگه دارن، حساب پس انداز باز کنن برای آیندهشون. فرض کنید ماهی 20 تومن بریزن تو حساب یه بچه شون، 15 سال دیگه یه رقم نیست، 50 میلیون 70 میلیون 100 میلیون تو حساب بچه است. اون چیز کمی نیست، چیز خوبی است. یه خانم دبیری چند وقت پیش با من تماس گرفت که آقای فلانی، ما در مدرسه‌مون یک دختر بچه 16 ساله کلاس سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک اومده میگه خانم دبیر من تو خونمون انرژی هسته‌ای رو کشف کردم، اینو یه کاریش بکن. من گفتم آقا تو مدرسه جلسه بذارید یه مقدار سوال کنید ببینید چقدر جدی است. جلسه گذاشتن، پرسیدن، دیدن مثل این که جدی است، خبر دادن. من زنگ زدم به رئیس سازمان انرژی هسته‌ای، گفتم آقای عزیز یه دختر خانم دبیرستانی یه همچین حرفی میزنه، شما بررسی کنید، اگر صحت داره حمایتش کنید. الان تعداد بنگاه رسیده به 80,000 تا جناب آقای موسوی. 200 تاش دچار مشکل که در دولت من عذر میخوام آقای موسی رضایی خلاصش کرده. آقای موسی رضایی بالاخره شما رای به سیادت میخوره دیگه، بالاخره در یه نقطه وصلی. مادرم سید خب هیچ وقت هزار سیادت نگن، پس یه جا بالاخره وصلی سیدی دیگه شما چیز بکن. مرکز تکنولوژی برای انتقال به کشورهای گروه 77 و چین تحت نظر دبیرخانه کنوانسیون تشکیل گردد. همین پارسال که ما رفتیم تو نیویورک، خب یه کاروانی را می‌دازن، ما که می‌بینیم اون حفاظتی که برای ما می‌ذارن خیلی سنگین میگیرن دیگه، به اندازه رئیس جمهور خودشون حفاظت میذارن. 20 تا 30 تا ماشین راه میفته و همه از این ماشین‌های سیاه فقط که وحشت بندازه تو دل مردم. ماشین‌های جالب باید مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه تا از اون سازمان ملل بریم به اون محل 2 3 تا چهارراه خیابون رد میکنیم، معمولا نزدیکه. این مردم وای میسن کنار خیابون، همون مردم همونجا اینطوری نگاه میکنن تو این ماشینا تا پیدا میکنن مثلا یه ثانیه چششون میفته به ما، بعد تو همون یه ثانیه اینجوری میکنن همینطوری. بعد برای اینکه این اثبات بکنه یه دختر بچه 2 3 ساله تو بغل دوستش بود، گفت بیارش بیا جلو. من نشون داد این کیه؟ این کیه؟ مثلا زبون اونا اسپانیولی اصلا بچه نگاه کرد، من گفت این محموده، این محموده. سفر کنید به ایران، در خیابون‌ها با مردم صحبت کنید، میگن تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمنده، آدم گلفتی. تحریم اصلا در ایران مفهوم نداره. بریم 40 سال
من یک دانشمند هستم. You know that I belong to the university. I'm an academician. علاقه‌مندم پدیده‌ها رو علمی بررسی کنم. I'm interested in having a scientific approach to all events. من دوستا سوال مطرح. The first question was, در جنگ جهانی بیش از 60 میلیون نفر کشته شدند. in the First World War, over 60 در جنگ جهانی اول In the Second World War, over 60 million people